یه قرار بذاریم از این به بعد با هم دیگه، من، تو، هر کی که این ویدیو رو برات فرستاده، رفیق 8 دقیقه‌ای هم باشیم. میدونی یعنی چی؟ یه مقاله خوندم که نوشته بود 8 دقیقه با رفیقت بودن میتونه تو رو از افسردگی نجات بده. یه ویدیو دیدم میگفت، دوستم بهم گفت هفته قبل خیلی حالم بد بود، حتی در مرز خودکشی بودم، افسردگی شدید داشتم. بهش گفتم خب چرا به من نگفتی؟ گفت بهت پیام دادم. رفتم گشتم پیاماشو پیدا کردم، نوشته بود سلام چطوری، پایی بریم بیرون. گفتم اینه که پیامای همیشگی، اینه که پیامای معمولیه. گفت خب حالم بد بود. بغضم میگیره وقتی میخوام تعریف بکنم، احساس میکنم چقدر از این پیاما برام اومده و نفهمیدم. چه دوستایی رو میتونستم نجات بدم، حالشون رو خوب کنم، نفهمیدم. بیاین یه کد بزنیم بین خودمون. اونی که این ویدیو رو برات فرستاده اگه هر وقت بهت گفت 8 دقیقه وقت داری، یعنی 8 دقیقه ازت انرژی میخوام. Let your energy flow. بذار انرژیت رها شه، بذار آزاد شه. بیاید به هم دیگه خوبی کنیم، انرژی بدیم. تصادفی نبوده این ویدیو رو دیدی، همونطور که تصادفی نبوده من اون ویدیو رو دیدم، اون مقاله رو خوندم. رفیق 8 دقیقه‌ای هم باشیم. قبول؟ قول بده. با امید اینکه هیچ افسرده نباشه، هیچ کی تنها نباشه و هیچ خدای نکرد این یک لحظه فکر نبودنشو نکنه.